کثیر من اهل الکتاب. ود یعنی دوست دارن، از همون ماده مودت هست. ود یعنی دوست دارن. کثیر من اهل الکتاب، بسیاری از اهل کتاب، مسیحی ها، یهودی ها، اینا بسیارشون دوست دارن چه کار کنن؟ لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، این که برگردانند شما را بعد از این که ایمان آوردید، شما رو برگردونند به کافر بشید. خب چرا میخوان ما برگردیم به کفر؟ حسدن من عند انفسهم، گمان نکنید اونها نمیفهمند شما چه گوهری رو در دست دارید. نه اینه که حقانیت اسلام رو نفهمیدن، نه، بلکه از روی حسد هست. حسدن من عند انفسهم من بعد ما تبین لهم الحق، بعد از این که واضح شده برای اونها حق، میدونن این دینی که شما دارید حقه، ولی چون بر شما حسد میورزن، میخوان شما رو برگردونن دوباره به سوی کفر و شما هم کافر بشید. خب تا اینجا برنامه کفاره. میگه اونها، البته بسیاری از اونها، کثیرون گفت، یعنی یه عده آدمای درستی هم هستن که این دنبال این حرفا نیستن، ولی کلیت قضیه اینه که کفار میخوان شما دست از ایمانتون بردارید. این برنامه مال دیروز نیست، مال امروز هم هست، مال فردا هم هست. اگر مسلمان تصور کنه پا بر ایمانش خواهد فشرد، اونا هم خواهند گفت بسیار خوب. این اشتباهی است که بسیاری از ما، بسیاری از دولتمردها، بسیاری از سیاسی های ما دارن. خدا رحمت کنه امام را، میفرمود تمام مشکل ما با اینها اینه که ما میگیم اسلام. تا شما اینو دارید، اونا میخوان شما را از این مسیر برگردونن، میخوان این مسیر نباشه. خب شما چه کنید؟ حالا شیوه برخورد مسلمانان میفرماد فعفو، شما عفو کنید، بگذارید. واصفحوا، صفح رو برگردوندن رو میگن. این چهره رو هم صفحة الوجه میگن، رو برگردونید. شما وقتی میخواید مقابله کنید با کسی، روتون رو به اون طرف او میکنید، چشماتون خیره میکنید، میگه نه، کریمانه رو برگردونید. چطور دیدی؟ ندیدی. عفو کنید و صفح کنید. خب همیشه اونا هی توطئه کنن، ما هم هی عفو کنیم؟ نه، حتی یأتی الله به امره، تا اینکه خدا امر خودش رو بیاره. پس شیوه برخورد مسلمانان: یک، عفو. دو، حتی یأتی الله به امره. امر بعدی. امر بعدی چیه؟ همه مفسرین میگن بحث جهاد. تا یک شرایطی آماده شد، زمینه های آماده شد، وظیفه آماده شد، توطئه اونها تندتر شد، اون وقت دیگه بحث عوض میشه. حتی یأتی الله به امره ان الله علی کل شیء قدیر. خب اگر بنای مقابله باشه، خدا میفرماید اگر بنای مقابله باشه غصه نخورید، خدا بر همه کار تواناست. شأن نزول این آیه شریفه شأن نزول عجیبی است. حیی بن اخطب که رئیس یهودی های خیبر بود، آمد خدمت رسول اکرم با یک عده از یهودی ها. بعدن این حیی بن اخطب کشته شد در جنگ خیبر، این به جهنم واصل شد. دختر این آقا که اسیر شد، پیغمبر کریمانه برخورد کرد و با او ازدواج کرد و یکی از همسران خوب پیغمبر بود. خدمت شما عرض شود که نگذاشت این خانم به اسارت بره طبق مرسوم اون زمان. به هر حال این حیی بن اخطب با چند نفر آمدن خدمت رسول اکرم.
وقتی که برگشتن بیرون می آمدن، داماد حیی ابن اخطب رو کرد به این، گفت چجور دیده این آقا رو؟ تعبیری که در تاریخ نقل شده عجیبه، گفت هو این همون پیغمبری است که ما منتظرش بودیم. این همونه. این که قرآن میگه من بعد ما تبین لهم الحق، کاملا فهم. گفت خب چه میکنی؟ گفت العداوه حتی الموت، تا دم مرگ میخوام باش دشمنی کنم. چون بحث ریاست دنیا چیزی نیست که انسان زود بگذره. داره یه عده‌ای در مقابل حضرت مهدی با این که منتظرش هستن و میشناسن، میگن یبن رسول الله، بی خود آمدی. جزء کسانی میشن که با حضرت مهدی میجنگن. خب حالا اونیش که به ما مربوط میشه دوباره برگردیم یک مرور کنیم. پس برادر و خواهر این نکته رو دقت کنیم، نمیگیم همه کفار، نه همه نه، ولی بسیاری از اهل کتاب دنبال این هستن که شما دینتون رو رها کنید. من اشاره میکنم برای بعضی‌ها که خیلی خوش خیالن، فکر میکنن که نه بابا اینا باز شماها دشمن تراشی میکنید و فکر میکنید اینا دنبال این نیستن. حتما خیلی هاتون در جریان هستید به عنوان یک دوره آموزشی توی وزارت دفاع ایالات متحده برنامه آموزشی بود که اخیراً افشا شد، حتما دیدید جریاناتش رو، نابودی اصل اسلام. و توی اون برنامه توی جنبه‌های فرهنگی داره، نظامی داره، توی جنبه‌های نظامیش بمباران اتمی مکه و مدینه و اینکه بشه چه کار میشه. این جریان اخیراً افشا شد، بعد از افشاش چند نفر رو بهشون برخورد کردن و به صورت یک دوره آموزشی. حالا این گوشه‌ای است در حدی که میشه گفت، اگر زیادم نگفته باشیم میشود گفت و به بعضی‌ها براشون سنگین نباشه عرض میکنم. اینها شیوه اینه، فراموشتون نشه. ود کثیر من اهل الكتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا حسدا. با ماهواره، با فیلم، با تبلیغ، با تقویت وهابیت، با تقویت گروه‌های تروریستی، با ساختن طالبان، با ساختن القاعده، با ساختن خیلی از کارهای دیگه اسلام رو مشوه کنن، شما رو از این اسلام برگردونن. این برنامه اونی که شما وظیفه دارید مرحله اول عفو و صفح هست و اگر مرحله دیگری باشه و شرایط مناسب دیگری باشه اون وقت وظیفه چیز دیگری خواهد بود که جهاد هست. و ان الله علی کل شیء قدیر. خدایا به همه ما توفیق فهم وظیفه و انجام وظیفه عنایت بفرما، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا من أرجوه لكل